صبر کن. قبل اینکه پول بدی یا بری کافینت این ویدیو رو تا آخر ببین. دولت فنلاند به هیچ کس ویزای بشردوستانه نمیده. اگه کسی گفت با پول میفرستیمت فنلاند، بدون که داره سرتو کلاه میذاره. حالا ماجرا چیه؟ دولت فنلاند اعلام کرده که یه تعداد مهاجر افغان ساکن ایران رو میپذیره، اما فقط از طریق اسکان مجدد. یعنی چی؟ یعنی هیچ ثبت نامی، هیچ هزینه‌ای، هیچ واسطه و مؤسسه‌ای و حتی هیچ ویزای بشردوستانه‌ای در کار نیست. پس شرطش چیه؟ شرطش اینه که یه پرونده توی کمیساریای عالی سازمان ملل داشته باشین. خودشون تصمیم میگیرن، خودشون انتخاب میکنن، قبول شدن یا نشدنشون هم با خودشون. حالا چه کسایی با چه شرایطی میتونن پذیرش بشن؟ زنان سرپرست خانواده، افرادی که بیماری صعب‌العلاج دارن و خانواده‌هایی که واقعا آسیب پذیر هستن. راههای ارتباطی با دفتر سازمان ملل رو هم داخل کپشن براتون گذاشتم. برای مراجعه حضوری هم میتونید با آدرس تهران، میدان ونک، خیابان ملا صدرا، کوچه امداد شرقی، دفتر سازمان ملل مراجعه کنید. پس یادتون نره اول سازمان ملل تایید میکنه، بعد وزارت‌های استان، نه مؤسسات مهاجرتی. اینو هم برای بقیه بفرستید تا اونها هم گرفتار کلاهبردارها نشن.